سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیاری ها انتظارند که درباره همون تاجیکی کشته شده منوچهر کوهستانی صحبت بکنم. بله دوستان عزیز، من را هم درد میگیرد وقتی که میبینم که تاجیکان ما کشته میشوند. من هم ناراحت میشوم وقتی که ملت را اذیت میکنند. اما ما گناه را باید در خود پیدا بکنیم. وقتی که ملت را در داخل کشور ترسو بزرگ می کنند، وقتی که ملت را در داخل کشور نمی گذارند که چشم خود را باز بکند، چطور می تواند یک ملت در کشوری بیگانه برای حقوق خود مقاومت بکند؟ ما از قوم به ملت تبدیل نشدیم. اگر ما ملت می بودیم صاحب داشتیم. اگر هر روز تاجیکی را بکشند هیچ کس صدای نخواهد برآورد بجز همین 4 نفر من و شما که در یوتیوب گپ میزنیم. به همون خاطر دوستان عزیز، بله ویدیو میکنیم، گپ میزنیم، 10 روز بعد همت فراموش میکنیم. هوایده 5 ساله را تجاوز کردن، فراموش کردین. دیگرش کشتن، تجاوز کردین. کله یک نفر دیگرش بریدن، فراموش کردین. ما از این که ترسان چک شده است ملت، فراموش خاطر هم شده است. زیاد گپ نمیزنم دوستای عزیز، چون که زیاد گپ زدن یگان فایده نداره. گرم هستک، اذیت هستک، اما مجبور هستی که صحبتی بکنی. بله میکشند و باز خواهند کشت. گناهگار اساسی لعنتی پوتین هست. گناهگار اساسی لعنتی های هستند که ملت را سالهاست اذیت می کنند. لعنتی های اساسی نفرانی هستند که خود را صاحب این ملت می دانند. به خدا قسم است، حقیقت را برای شما بگویم دوستان عزیز، نه مخالفین پروای ملت داره، نه حکومتیش پروای ملت داره. هر دوشان بدبختن. مخالفین از حکومت بد هستند، حکومت از مخالفین بد هستند. به همون خاطر یگانه باوری باید به خود کرد و حرکت کرد و حقوق خود را طلب کرد. اگر که حقوق خود را طلب نکردید، هر روز باز زیادتر ملت را میکشند و یگان نفر هم در فکر شما نخواهد بود. شما فکر نکنید که یک حزب و یک حرکت در فکر شما است. حال انشالله در زندگی من حقیقت را میگویم که این تاجیکا را هم حکومت شیطان است، هم مخالفین شیطان است. این یگان نفری ساز نداره. برای هموقع دوستان عزیزی که تازه هستین، دیلاتان تازه هستن، کوشش بکنین که حق خود را هم در کشور خود هم در دیگر جایها طلب بکنین. خدا حافظ.